اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا و علی آله و اصحابه اجمعین. درس عقیده را از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه دوام می‌دهیم. موضوع امروزه تأثیر گناه به مؤمن و عمل او. امام ابو حنیفه رحمه الله میگویند: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل النار ولا نقول إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا ولا نقول إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة، ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه و یثیبه علیها. دوستان عزیز، امام ابو حنیفه رحمه الله گفتند: ما نمیگوییم که گناه به مؤمن ضرر ندارد و او وارد آتش دوزخ نمی شود. هر یک گناهی که شخص میکند این گناه ضرر دارد. و در دوام متن میگویند: نمیگوییم که مؤمن بعد از این که با ایمان از دنیا رفت در آتش دوزخ همیشه خواهد ماند، حتی اگر فاسق باشد. یعنی مؤمنی که فاسق است، گناهکار است، گناهانش از ثوابهایش زیاد است، وقتی که با ایمان این دنیا را ترک کرد او همیشه در آتش دوزخ نمیماند، بلکه او مقدار گناهانش در دوزخ عذاب کشیده و بعد از آن پاک شده به بهشت داخل کرده می شود. و امام در دوام گفتند: مانند مرجئه نمی گوییم که نیکی های ما قبول و بدی های ما بخشیده می شود. مرجئه یعنی یک گروه بود که آنها می گفتند که نیکی های ما همش قبول می شوند و بدی های ما همش بخشیده می شوند. و امام ابو حنیفه این عقیده را رد کرده گفتند: بلکه میگوییم کسی که عملی نیک را به شرطهای آن انجام دهد و این عملش از عیبهای فاسد کننده و چیزهای باطل کننده پاک باشد و تا وقتی از دنیا رفتنش آن عملها را باطل نکند، خداوند متعال آن را ضایع نخواهد کرد، بلکه این عمل را از او پذیرفته و در عوض آن به او پاداش خواهد داد. یعنی آن عملهای صالحی که ما انجام میدهیم اگر خاص برای خداوند باشند، از ریای خودنماییش پاک باشند، این عملها را خداوند به درگاهش قبول کرده به ما اجر و ثواب میدهد. و اگر عملهای صالح را برای چیزی دنیا انجام دهیم، نه برای خداوند، برای خودنماییش، برای ریا انجام دهیم، خداوند چنین عملها را از ما قبول نمی کند. این است عقیده امام ابو حنیفه و دیگر علمای اهل سنت و الجماعت. امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن میگویند: و ما كان من السیئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه ولم يعذبه بالنار اصلا. یعنی همه گناهان غیر از کفر و شرک که انسان انجام داده و از آن تا وقتی مرگ توبه نکرد تحت مشیت و اراده خداوند قرار می گیرد. اگر بخواهد او را عذاب می دهد و اگر بخواهد می بخشد، اما همیشه او را با عذاب دوزخ مجازات نخواهد کرد. امام ابو حنیفه گفتند: همه گناهان بغیر از کفر و شرک که انسان انجام داد
و تا وقتی مرگش توبه نکرد، این گناهان را خداوند خواهد میبخشد و خواهد عذاب میدهد این شخص را. و برای انجام دادن چنین گناه شخص ابدی در دوزخ نمیماند، بلکه مدت در دوزخ برای انجام دادن این گناهاش عذاب داده و بعد از آن به سوی بهشت روان کرده می شود. لیکن شخصی مسلمان کافر شد و شرک آورد و توبه نکرده از این دنیا گذشت، چون این شخص بی ایمان دنیا را ترک کرده است و او همیشه در دوزخ خواهد بود. امام ابو حنیفه رحمه الله در دوام متن میگویند: والریاء اذا وقع في عمل من الاعمال فانه یبطل اجره وكذلك العجب. یعنی در هر عمل از اعمال نیک که ریا وارد شود، پاداش آن را باطل می کند و همچنین خودخواهی. امام ابو حنیفه رحمه الله می گویند در هر عمل از اعمال نیک که ریا وارد شود، یعنی شخص عمل نیک را برای خودنمایش اگر انجام دهد، پاداش آن را باطل می کند، یعنی هیچ ثواب از این عمل نیک گرفته نمی شود، به این شخص نوشته نمی شود. و همچنین خودخواهی. در زبان عربی کلمه عجب آمده است که معنای خودپسندی، خودخواهی، غرور را دارد. پس هر شخص با نیت ریا کردن یا با نیت غرور و خودپسندی کار صالح را انجام بدهد، پاداش این عمل باطل می شود و هیچ ثواب این شخص نمی گیرد، چون نیت این شخص ریا کردن و نمایش دادن بود و آنچه که خواست او در این دنیا گرفت و برای آخرت هیچ چیز نماند. پس دوستان عزیز، وقتی عملهای صالح را انجام می دهیم، نیت ما این باشد که این عمل تنها برای خداست و برای راضی خداست و انشالله خداوند به ما اجرش را می نویسد. اگر برای خداوند نباشد، برای خودنمایش و برای غرور و برای خودپسندی باشد، پس هیچ ثوابی در این عمل برای ما نوشته نمی شود. پس عملهای خود را تنها برای راضی خداوند انجام می دهیم. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که گناهان به مؤمن تأثیر می رسانند. اگر شخص با ایمان این دنیا را ترک کرد و گناهانش از ثوابهایش زیاد باشند، اول به دوزخ در آمده موافق گناهانش عذاب کشیده و بعد از آن به سوی بهشت روانه کرده می شود. و اگر شخص مؤمن کافر شد و خداوند شریک آورد و توبه نکرده این دنیا را ترک کرد، پس او جاویدان و همیشه در آتش دوزخ می ماند، چون که از این دنیا به ایمان رفت و عملهای صالح ما در آن صورت در نزد خداوند مقبولند اگر آنها را تنها برای راضی خداوند انجام بدهیم و از ریا و خودنمایش و خودخواهی پاک باشند. این بود پایان درس امروزه. از خداوند طلب آن را داریم که به ما توفیق عمل صالح انجام دادن را نصیب گرداند و این دنیا را با ایمان ترک کرده به جنت الفردوس در آمدن به هر یک ما نصیب گرداند. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.